چرا نباید پیش هر آدمی درد و دل کنی؟ این داستان بهت دلیلشو نشون میده. بعد از یه روز طولانی شخم زدن زمین، گاو برگشت به طویله و دراز کشید که استراحت کنه. گربه هم اونجا داشت میپلکید. گاو به گربه گفت: امروز خیلی خسته شدم. فردا فقط میخوام استراحت کنم. گربه رفت و به سگ گفت: رئیس خیلی داره به گاو فشار میاره. اینقدر ازش کار کشیده که دیگه دلش نمیخواد کار کنه. کمی بعد وقتی سگ گوسفند رو دید بهش گفت: گاو شاید فردا کار رو ول کنه چون خسته است. گوسفند پیغام رو به خوک رسوند. گاو از فردا دیگه کار نمیکنه چون کارش سخته و رئیس هم با شلاق میزنتش. عصر همون روز وقتی خدمتکار رئیس داشت به خوک غذا میداد، خوک بهش گفت: گاو فردا میخواد ول کنه و بره. بقیه رئیسا خیلی بهترن. نه شلاق میزنن، نه حیواناتشون رو گرسنه نمیذارن. خدمتکار هم سری رفت به رئیس خبر داد که گاو قصد داره سرکشی کنه و با بقیه حیوونا بذارن و برن. رئیس که اینو شنید تصمیم گرفت گاو رو بکشه که دردسرساز نشه. گاو کشته شد، ولی نه کار بدی کرده بود و نه حرف بیجایی زده بود. پس چرا قربانی شد؟ چون حرفش بارها بد فهمیده شد و دست به دست چرخید تا رسید به گوش رئیس. درد و دل کردن با یه سری آدما هم همچین نتیجه‌ای به دنبال داره. بعضیا فقط بهت گوش میدن تا بعدن از حرفات برای سرگرم کردن بقیه استفاده کنن و فقط خدا میدونه چقدر حرف از خودشون در میارن و به عنوان حرفایی که تو زدی برای بقیه تعریف میکنن. بعضی وقتا بهترین کاری که میتونی بکنی ساکت بودنه. اگه رشد رو دنبال نمیکنی احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمیبینی، ولی اگه این کار رو انجام میدی تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.